بنا به گفته اساسگزار پولک آزوف اندری بیلیتسکی، ارتش اوکراین در باخموت یک جزء بریگاد 72 قشون‌های خشکگرد روسیه را تورمور کردند. او می‌افزاید که در نتیجه عملیات جوابی بریگاد تهاجمی قوه‌های مسلح اوکراین از شروط بریگاد 72 قشون‌های خشکگرد دشمن 6 تاش پورا نابود کرده شد. همچنین به گفته او ضمن این عملیات به نظامیان اوکراین میسر شده است که مقدار زیاد تکنیک جنگی دشمن را نابود نموده چندین نظامی روس را نیز به صورت بگیرند، ولی بیلیتسکی برای دلیل عکس و یا ویدیویی را نشر نکرده است. در همین حال بریگاد تهاجمی سوم ارتش اوکراین در صفحه فیسبوکی خود نواری را نشر نمود که صحنه از رفت محاربه آنها با بریگاد 72 روسیه فیلمبرداری شده است. در نوار دیده می شود که چندین نظامی از دیدن تکنیک‌های حربی ارتش اوکراین رو به فرار می‌نهند. همچنین این واحد نظامی اوکراین اصرار می‌کند که 5 تن از نظامیان روس را به صورت گرفتند. این هم در حالی است که روز 9 مای سال 2023 اساسگزار چوکه واگنر یوگنی پریگوژن در یک ثبت ویدیویی گفته بود که بریگاد 72 وزارت مدافعه در جبهه باخموت موقع خیلی ضرور و استراتژیکی که جنگجویان من با کشته دادن دست کم 500 به دست آورده بودند پرتافته رو به فرار آوردند. در نتیجه به جانب اوکراین میسر شد به درازی 2 کیلومتر و عمق 500 متر خط جبهه را شکسته پیشروی کنند. ما با یک حال و روز صد روی ارتش اوکراین را گرفتیم. همچنین از پیشروی جانب اوکراین پریگوژن سخت عصبی شده با یک لعن پر از تفهین از کسی نام نبرده به یک موی سفید وزارت مدافعه و از جشنگیری 9 مای از جانب حکومت در رفتید. از جمله پریگوژن گفت به جای آن نظامیان ما را از مرگ نجات داده ما را با سناریه تامین کنند. یک موی سفید خوشتاله سلاح بریگاد را در انبارها نگهداری میکند. این پیرمرد بران گمان است که همه این به نفع او خاتمه مییابد. این هم در حالی است که چند روز پیش یوگنی پریگوژن وزیر مدافع روسیه و سردار گنشتاب و یا ستاد مشترک ارتش روسیه والری گراسیموف را تحقیق و توهین نموده بود. در اصل یوگنی پریگوژن در حکومت روسیه یگان وظیفه دولتی ندارد، ولی پس از آغاز جنگ روسیه به ضد اوکراین او شخص تاثیرگذاری شد. حتی پس از ایرادهای او وزارت مدافع روسیه مجبور شد گنرال‌های مخاطب او را از سر وظیفه گیرد. در جامعه روسیه شخصان نظامی از احترام والای برخوردار بوده به نظامی‌های سابق تا ارج می‌گذارند، ولی پس از شکست ارتش روسیه در جنگ با اوکراین پوتین مجبور شد زرخریدان واگنر را به جنگ جلب نماید. همین طور اساسگزار چوکه واگنر یوگنی پریگوژن نیز به جایزه قهرمان روسیه 2 مرتبه مکافانیده شد که سالهای 90 چندین سال عمر خود را در زندان گذرانیده است.